او مردم فیض‌آباد که امروز در دوشنبه زندگی میکنیم به قول قیامالدین فیض‌آبادی مهاجر افتخار داریم که ما نگینان اوقات داریم، محرمه داریم، ملکه داریم و در رزگوار جریان صنعت قیامالدین چقدر یک فرزند خوب داریم. ما امروز از نام کمیته اجرایی دوشنبه شهر بلند تبریک میگم با قیامالدین قرضدار است، چون که ماه اپریل 50 ساله میشه. با که دیگر هم میکنن. اگر ما گفتم که فیض‌آباد نکنم، فیض‌آباد دوشنبه میکنن دیگر نیست. اینجا برنامه است شخصی که برای تمام وادی حصار در خدمت منصور است. به حیث ما اعلام میکنم همه برای قیامالدین جان تمنا کردن. الهی همه سلامت باشید، همه سربلند باشید، همه بهادر باشید و همین هوادارای شما همه یاد باشند. سلام و شکر.